سلام عرض ادب دارم به خدمت همه دوستان و بینندگان عزیز. امیدوار هستم که همتون جور صحتمند باشید. من نجیب الله کریمی هستم از ولایت فاریاب. ما به ولایت غور تشریف آوردیم به خاطر که در ارتباط به غور معلومات مفصلی را از مردم شریف غور داشته باشیم. حدود عربه غور، اقوامی که در ولایت غور زندگی میکنن، اقتصاد مردم غور، در ارتباط به همین موضوعاتی که واقعا دیگه ما را شیفته خود ساخت ایماقهای غور است که ایماقهایی که در تمام نقاط افغانستان و در جهان زندگی میکنن از اینجا منشأ گرفته. ما خواستیم که در این ارتباط زیادتر مفصل معلومات جمع آوری بکنیم که آمدیم به ولایت غور. اینجا ما یک شخصیت بسیار برجسته ولایت غور را با خود داریم که انشاءالله از اینها معلومات بیشتری را در ارتباط به غور میگیریم. آقای محترم، شما اول خودتان معرفی کنید. به نام یاد خدا و تشکر از تشریف آوری شما جناب کریمی صاحب. اسم من علاءالدین جلالی ایما، ساکن یا شهروند فیروزکوه هستم و خیلی خوشحالم که شما را در غور می‌بینم، در ملک آبایی شما و ملکی که مردخیز یا سلاطین نشین در دوره خود بوده. خوشبختانه ما غور دارای یک تاریخ، هویت تاریخی و مدنی در سطح جهان شناخته شده که ما آثار زیادی ادبی ما فعلا ثبت یونسکو و در جهان مشهور است. غور دارای 13 ولسوالی است و در غور اقوام زیاد زندگی میکنه، مانند اقوام وردک، پشتون، هزاره، بلوچ، حتی قزلباش هم به گاهی نقاط بسیار به طبق چند فامیلی وجود داره که بیشترین شهروندای ولایت غور اما ایماقی یا چهار ایماق تشکیل میده که اونا سوری هستن، جمشیدی است، فیروزکویی است و تیمنی، که اینا شاخه‌های متعددی تا در دیگه ولایات چیزی که شما فرمودین در ولایت‌های شمالی، در ولایت‌های جنوبی، پاکستان، هندوستان، حتی ایران غوریا یا ایماقا زندگی میکنن که از منشأش یا سرزمین آباییش اینجا بوده که بالاخره یا بر مبنای ضرورت‌ها یا بر مبنای مشکلاتی اینجا رفتن زندگی میکنن. چون غور نام مکان است. در غور 4 قومی یعنی بزرگی که زندگی میکردن قبلا یادآور شدم. یک راجع به نفوس غور، متاسفانه که مردم غور یک راههای سبل عبوری وجود داره که اونا سرشماری دقیقی صورت نگرفته. ما یک زمانی در مایسه وردجان کار میکردیم، از طریق مکاتب یک سرویس صورت گرفت که 1,300,000 نفوس اونا تخمین زدن که این غور دارای 1,300,000 نفوس است. این ثبت احوال نفوس است؟ متاسفانه در ثبت احوال نفوس تقریبا 800,000 نوشته شده، چون امو راه صعب العبور سبب شده که مردم نتونن تذکره بگیرن، مردم نتونستن، یا بعضی موانعات اجتماعی وجود داره، فامیلی وجود داره که نمیگذارن مثلا خانم‌ها تذکره داشته باشن، یا که اطفال و خدمات یعنی بسیار ناچیز است اطفال از گرفتن تذکره و اینا از اینا باز ماندن. و همون لحاظ است که ثبت اول نفوس تقریبا 800,000 نفوس ثبت است. بسیار تشکر از معلومات مفصلتون. شما گفتین که در ولایت غور ایماق‌ها 80% ایماق‌ها زندگی میکنن. این ایماق‌ها در کدام زبان‌ها صحبت میکنن؟ جناب کریمی صاحب، ایماق‌ها زبانش فارسی است یا دری است، دری بگوییم. و من یک کتاب رو خواندم، ما در قرن 4 در بین قرجستان سابق یا
فعلا که حساب موقعیتش بیشتر میشه در آل بنام افغانستان مثلا ماسته دری یا فارسی صحبت میکردن. کتیبه های وجود داره، هم در اطلاعات فرهنگ هم در وزارت اطلاعات فرهنگ اونجا آرشیو شده. در قرن چهار مردم غور دارای همین زبان دری یا زبان فارسی صحبت میکردن که ما در قرن 5 شواهد نشان میده که تا زبان در ایران زبان رومی زبان رسمی بوده و خاستگاه زبان دری یا فارسی از غور یا غرجستان است که هم به شمال و جنوب رفته. غرجستان گفتین، غرجستان مربوط کدام ولایت های فعلی افغانستان میشه؟ غرجستان از مرورود از سبزوار مثلا هیرمند هرات میگن زبگوی مربوط زمینداور هلمند دارن گویی توارد یادآوری میکنه. مثل مرورود از سبزوار مثلا هیرمند هرات میگن زبگوی مربوط زمینداور هلمند دارن گویی توارد یادآوری میکنه. مثل بامیان، سمنگان، اینا رو مکمل به نام غرجستان یاد میشه. غرجستان خیلی بزرگ، غرجستان چندین ولایت احتوا میکرد که به نام غرجستان یاد میشد. حتی تا زمان مثل جاغوری تا زابلستان تا کابلستان این مناطق بعض تواریخ هست که به نام غرجستان یاد میشه. بسیار خوب است. جلال صاحب، در ولایت های شمالی یا ایماقایی که زندگی میکنن نسبت و ارتباط شما، ارتباط مردم ایماقای غور چه رقم است که تاریخ از وام دیگه بر میگرده به ولایت غور؟ یک شما گفته میتونه که چقدر وقت شده که اونا از اینجا مهاجرت کردن یا چه رقم؟ ما بعضی روابطی حساب با قومای شمالی ما داشتیم، مثلا در قندوز و بغلان و فاریاب و اینا به مدت بسیار تقریبا 80 سال 100 سال 150 سال یا 200 سال بعضیشان رفتن، بعضیشان قبل هم رفتن به دوره حکومت های مثلا حکومت غوری ها به اونجا ساکن شدن، چون اینو من حیثی اداره کننده یا من حیثی رهبر به اونجا رفتن. ما خصوصا مثلا غوری هایی که در هندوستان در زمان فتح هند توسط سلطان های غور اونجا فتح شد، اونجا باقی ماندن من حیث یک رهبر یا من حیث یک اداره کننده با اونجا رفتن باقی ماندن. بالاخره اون اونجا سکونت اصلیشون اونجا واقع شد. بسیار خوب است. جلال صاحب، مردم غور زیادتر شغلشان چی است؟ با کدام شغل اینا مصروفیت دارن فعلا؟ مردم غور بیشترین مردمش زراعت و مالداری است. متاسفانه طی سالهای خشکسالی مردم غور بیشتر کس که متضرر شد مردم غور بود. تمام مواشیشان به لیلام رفت، یعنی نتونستن که چون علوفه نبود زیاد متضرر شدن. فقط دو شغل زراعت و مالداری بود. بسیار خوب. سطح تحصیل، درجه علم در ولایت غور چه رقم است که مردم اساس تحصیل برخوردار هستن یا نیستن؟ خوشبختانه گرچه از مسائل پانتون و اینا از اینا یک اندازه مشکلات اقتصادی دامنگیرشان بود، نتونستن که او را ادامه بدن. خوشبختانه مدارس زیادی در ولایت غور وجود داره، میتونستن نتابه دوره امتحانی که از طرف امارت اسلامی گرفته شد فکر میکنم بیش از 400 نفر از طریق امتحان و سویه ماستری اونو کامیاب شدن و علاقمندی مردم غور بیش از زیاد علاقمندن که باید تحصیل بکنن. متاسفانه مسائل اقتصادی، مشکلات محیطی یعنی جغرافیایی سبب شده که مردمش نتوانند دسترسی پیدا بکنن به این. بسیار خوب است. جلسه ما که به ولایت غور سفر میکردیم با بسیار میراهای صعب العبور را ما طی کردیم.
این سرک فکر میکنم سرک هرات و غور هم خراب است، سرک هرات کابل و غور هم خراب است که در ارتباط امارت اسلامی افغانستان که فعلا حاکم افغانستان است، اینا کدام توجهی صورت گرفته از طرف اینا یا صورت نگرفته؟ این سرک از بسیار خراب بوده. متاسفانه یکی از مشکلات عمده و اساسی مردم غور این همی شعارهای مرکزی بوده، همیشه در شعار بوده، فقط جنبه